به ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان میسر شده است که لحظه به بالای دو خانه فرو ریختن ترمه را به نوار بگیرد. در این سبب دیده می شود که ترمه اول آهسته آهسته به طرف دو خانه در کنار دیه حرکت می کند، ولی سپس یک باره صورت گرفته خانه ها را چپه می کند. نواربردار که در جای بلندتر و امتر ایستاده است در اول این آفت یا بسم الله گفته گریبان می گرفت و توبه می کرد، ولی بعد زیر بار ترمه ماندن خانه ها به فریاد کشیدن سر کرد. گفته می شود که این حادثه روز 16 مارس در دهه پاشور جماعت دهات پورش نوینویه شغنان روی داده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داد که بر اثر فرو ریختن ترمه در دهه پاشور یک خانه پره و یک خانه قسما خراب شده است، ولی خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت. نوایی بدخشان اینک چند روز باز به مفشای پی در پی فروریزه ترمه ها رو برویند. از جمله صبح 17 مارس سال 2022 ساعت 2:15 در حدود دهه شود جماعت به نام گدو الیف نویه روشقله بر اثر فرآمدن ترمه دو خانه ساکنان این دهه و یک بنای یوری رسان پره خراب شدند. ترمه همچنین 100 متر رو و تقریبا 350-400 متر خط نیروی برق را خراب کرد. خوشبختانه کسی بر اثر این آفت طبیعی آسیب ندیده است. این چنین روز 17 مارس یک ترمه دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان بالای دهه میدان شور جماعت پورش نوینویه شغنان فرو ریخته. در نتیجه این آفت عاقل یک ساکن میدان شور خراب شده، 3 چهارپای خوردش نابود شدند. برای معاین کردن حجم ضرر و رفع عاقبت‌های طبیعی کمیسی‌های نویوی ایالت‌های فوق‌العاده الکی دست به کار شدند.